أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران گرامی، شنوندگان محترم، الحمدلله که ما و شما 5 درس از کتاب العربیة بین یدیک گرفتیم و امروز برای شما مخلصان و برای شما خواهشمندان زبان عربی درس 6 را پیشنهاد میکنیم. پس درس 6 ما و شما از صفحه 20 شروع می شود. هر کسی که کتاب دارد صفحه 20 را بکشاید و هر کسی که از ویدیو تماشا میکند پس این هست آن کلمه ها یا آن صفحه که ما و شما میخونیم. یکم میگوید که الوحدة الاولی یعنی که بخش یکم، التحیة و التعارف، سلام کردن و شناسایی کردن، الدرس الثامن، درس 8. ما و شما در کتاب در درس 8 رسیدیم، اما در درس هایی که شروع کردیم در درس 6 هستیم. سببش آن هست که ما و شما 2 درس های گذشته هر یک درسی که پیشنهاد کردیم 2 درس را 1 درس کرده براتون پیشنهاد کردیم. پس امروز درس 8 از کتاب العربیة بین یدیک را برای شما میرسانیم. میگوید که قرائت یعنی خواندن، قرائت یعنی که خواندن. تدریب یعنی که مشق یکم میگوید انظر و استمع و قرأ. انظر یعنی که نگاه کن، و استمع و گوش کن، و قرأ یعنی که بخوان. پس این کلمه هایی که اینجا هستند من برای شما میخوانم، شما نگاه کنید این کلمه ها را. انا، انت، انتی، هو، هی، طالب، مدرس، طبیبة، مهندسة، هذا، هذه. پس این هست کلمه ها. پس شما نگاه کردید و گوش کردید. اکنون خودتان این را تکرار بکنید. این کلمه ها را خودتان بارها تکرار بکنید تا اینکه در ذهنتان خوب بماند. و ترجمه این کلمه ها را در درس گذشته بیان کردیم، حالا احتیاج به ترجمهش نداریم. و میگه التدریب الثانی، تدریب دوم، ضع علامة صحیح امام الكلمة المطابقة في كل مجموعة كما في المثال. میگه که ضع علامة صحیح یعنی که بگذار، بمان علامت صحیح را، بین این قوس این علامتی که است یعنی که صحیح، امام الکلمة یعنی که پیش کلمه ده، پیش کلمه ای که المطابقتی موافق باشد، مطابق باشد، برابر باشد، فی کل مجموعت در هر یک مجموعه. اینجا 4 مجموعه است، ببینید 5 مجموعه است، یکم، دوم، سوم، چهارم، پنجم. پس بگه در هر یک مجموعه کلمه مطابق ده انمین علامت صحیح را بگذار. کما فی المثال، چطوری که در مثال است. یکمش خودش برای ما و شما کار میکند و پیشنهاد میکند. میگه که المثال، مثال همین است. هو را دیدید؟ پس اینجا 4 کلمه میآورد. میگه که هذا، هی، هو، هذه. پس اینجا کدامش هو هست، در کدامش که باشد در اون بگذار. میگه اینجا ببینید هو در اینجا آمده است، علامت رو در اینجا گذاشت. انا همین طور در این باقی مانده هم شما خودتون باید بگذارید. میگه که الطبیبتون، طبیبه، مثال طبیبه. خب در این داخل 4 کلمه میارد. میگه که طالبون، طبیبون، طالبتون، طبیبتون. پس همین طبیبتون در کجا هست؟ انا همین علامت صحیح را بگذارید. و مجموعه سیوم، در مجموعه سیوم میگه که انت یعنی که مثال انت هست. در اینجا میگه این، انا، انت، انتی. پس همین انت در این 4 کلمه کدامش است و علامت صحیح را در پیشش بگذار. و مجموعه 4 مهندستون. پس در اینجا 4 کلمه میارد. میگه مدرستون، مهندستون، مهندسون، مدرسون. پس این کلمه در کجا هست؟ همچنین علامت را بگذار. مجموعه 5 ده میگه اخ. اخ یعنی که برادر، اخت، خالد، اخ،
خلیل. پس همین 4 کلمه که آوردیم در کجاش کلمه اخ است، انا همین علامتی صحیح را در پیشش بگذار و این را کار بکن تا اینکه معلوماتت و فهمشت زیاد شود برای فهمیدن زبان عربی. پس این کلمه ها را حالا که ما ترجمه نکرده ایستادیم، سببش این هست که درس های گذشته اینها را ترجمه کردیم و اینها همه تمرین و مشق می باشند و هر جایی که احتیاج به ترجمه دارد البته براتون ترجمه میکنیم و جایهایی که کلمه هایی که 2 درس و 3 درس پیشینه ها ترجمهش کرده بودیم حالا دیگر احتیاج به ترجمه کردن اونها نداریم. پس در صحیفه 21 میگوید که الوحدة الاولى التحیة و التعارف الدرس الثامن، درس 8. لیکن حالا ما و شما در درس 6 قرار داریم، لیکن در کتاب در درس 8 رسیدیم. میگه التدریب الثالث، مشق 3، اقرأ ثم ضع علامة خطأ بجانب الكلمة المختلفة في كل مجموعة كما في المثال. میگه اقرأ یعنی که بخوان ثم ضع علامة، ثم پس ضع یعنی که بمان یا بگذار، علامة یعنی که علامتی خطا بدن را، بجانب الکلمتی به یک طرفی کلمه، المختلفتی کلمه که دیگرگون باشد، فرق بکند از دیگر از کلمه هایی که اونجا هست، فی کل مجموعه در هر یک مجموعه، کما فی المثال چطوری که در مثال میبینید. پس در اینجا برای ما و شما مثال آورده است. مثال 1 میگه که اخون اختون اخون، ببینید 3 کلمه، 3 در مجموعه 1 3 جا آورد، 1 اخ اخت اخ. پس در اینجا علامت خطا را در اخت مان به خاطر آنه که اخت از اخ فرق میکنه. 2 تا اخ آمده است، 1 تا اخت، یعنی که کلمه مختلف، کلمه دیگرگون در این کلمه در این مجموعه چی بوده است؟ اخت بوده است. و دوم در دوم میگه که هو هیه. پس در اینجا کدامش که خطا هست این علامت خطا را در اینجا میگذاریم به خاطر آنه که هو هر دوش یک کلمه است، هیه اینجا دیگرگون هست، پس در اینجا میگذاریم. پس مجموعه 3 نمیگذاریم، میگه که انتی انت، ببینید انتی انت. پس در اینجا کلمه دیگرگون کدامش است؟ پس شما خودتان بگذارید تا اینکه متوجه باشید برای دانستن زبان عربی. میگذاریم به مجموعه 4، میگه که هذه. پس در اینجا همچنین کلمه دیگرگون کدامش است و 2 کلمه که یک خیله است کدامش است، این را اهمیت بدید و کدامش که کلمه مختلف است این علامت خطا را در بین این قوس‌ها بگذارید که کدامش خطا می باشد. و میگذاریم به تدریب یا به مشق 4، میگه که التدریب الرابع یعنی که مشق 4، اقرأ ثم ضع علامة خطأ بجانب الجملة المختلفة في كل مجموعة كما في المثال. میگه بخوان پس بگذار علامت خطا را در جانبی یا به جانبی جمله، یعنی که یک طرف جمله ده، مختلفتین که آن جمله دیگرگون باشد، فی کل مجموعه در هر یک مجموعه، یعنی 4 مجموعه که میارد در هر یک مجموعه اهمیت بده میگه. کما فی المثال چطوری که در مثال هست. پس مثال رو میخونیم. در مثال از این 4 مجموعه یکمش مثال است، خودش کار کردگی است، 3 تاش شما خودتان کار میکنید. میگه انا طالبون انا طالبتون. پس اینجا ده مختلف کدامش بوده است؟ انا طالبتون، زیرا که انا طالبون هر دوش یک کلمه است، انا طالبتون دیگر هست که این مؤنث است، این هر دوش مذکر است و این مؤنث است، برای خاطر این خطا هست. و مجموعه دوم ده میگه کیف حالکی. پس در اینجا همچنین اهمیت بدید 2 کلمه که یک خیل هست اون را یگان علامت نگذارید و کلمه ای که دیگرگون هست یک تا خودش تنها هست در پیش اون علامت خطا را در بین این قوس‌ها بگذارید. و مجموعه 3 ده میگوید که مسموکه. ببینید پس در مجموعه 3 همچنین 3 کلمه آورد، 3 جمله آورد، مسموکه. پس در اینجا کدامش
کلمه مختلف است. در این علامت خطا را در این بین قوس بگذارید. میگذاریم به مجموعه چهارم. در مجموعه چهارم میگوید که من این انت، من این انت، من این انت. ببینید پس در این در مجموعه چهارم از بین این سه جمله کدامش جمله مختلف هست، جمله دیگرگون هست، اون را میگوید انا همین علامت خطا را در بین این قوسا بگذارید. پس این هست تدریبی چهارم. میگذاریم به صفحه 22 از کتاب العربیه بین یدیک. در صفحه 22 در اولش میگه که الوحدة الاولی، یعنی که بخش یکم التحیت و التعارف، سلام کردن و شناسایی کردن. الدرس الثامن، درس هشتم. اما حالا ما و شما در درس ششم قرار داریم. میگه که التدریب و تدریب، یعنی که مشق و تدریب برای سنجش. میگه سل بین الکلمتین المتماثلتین. سل یعنی که بچسبان بین الکلمتین، بین دو کلمه. کلمه که شد یک کلمه، این یا و نون که در آمد دو کلمه می شود. یعنی که عربا بگن که دو کلمه گفتنی که باشن اثنان نمیگوین، بلکه میگن کلمتینی، یعنی که دو کلمه یا کلمتانی، کلمتانی، کلمتینی، معنیش دو کلمه. پس میگد بچسبان بین دو کلمه المتماثلتین. ببینید در آخر هم یا و نون همراه شد. متماثله یعنی که مانند را میگن. متماثلتین که در آخرش یا و نون که آمد در اسم، پس معناش چی شد؟ معناش این شد که دو هم مانند، دو جمله، دو کلمه که با همدیگر مانند باشند و با همدیگر تشابه و مثل باشند. پس در اینجا نگاه میکنیم کلمه ها را. مثلا یکم انت، دوم السلام، سیوم مع، چهارم طبیبه، پنجم من یا من، ششم نعم، هفتم ما، هشتم طالبه، نهم انا، دهم حل. ببینید 10 تا کلمه آورد. در اینجا هم همچنین 10 کلمه هست. حل، نعم، طالبه، مع، من، انت، انا، طبیبه، ما، السلام. ببینید 10 تا کلمه هست. انا همین 10 تا کلمه را از یکم نگاه میکنیم انت. پس در این داخل این 10 کلمه مجموعه دیوم ده انت را میکنیم در کجا است. پس میبینیم که انت در این حرف واو در قرار گرفتگی است. پس از انا همین نقطه انت خط میکشیم بعد نقطه انت که در اینجا هست. همچنین السلام نگاه میکنیم در کجا است، خط میکشیم. همچنین مع را نگاه میکنیم در کجا است، در اینجا پیداش میکنیم، خطش میکشیم. همچنین تا آخرش نگاه میکنیم، از اینجا همون کلمه را پیدا میکنیم و خطش میکشیم. و این هست مشق یا تدریب از تدریب های درس امروزه. و میگذاریم به تدریب ششم. تدریب ششم میگوید که انظر واستمع و قرأ. انظر یعنی که نگاه کن، واستمع گوش کن، و قرأ یعنی که بخوان، و اقرأ یعنی که بخوان. پس در اینجا برای ما و شما جمله ها را میتید، کلمه ها را میتید، باید ما چکار کنیم؟ نگاه بکنیم و گوش بکنیم و بخوانیم. اولا نگاه کنید این کلمه ها را. دیدید؟ پس من میخوانم، شما با دقت گوش بکنید. میگوید که هو طالب، هی طالبتون، هو مدرس، هي مدرسة، أنا تركي، أنا من سوريا، أنا مهندس، أنا من باکستان، هي مصرية. پس این هست کلمه ها. پس شما دیدید و شنیدید. الان اکنون خودتون اینها را بخوانید. بارها تکرار این جمله ها را بخوانید و حفظ کنید و معنای اینها در درس‌های گذشته گفتگیش بودیم، احتیاج به معنایش نداریم. و کسانی که این درس را از اینجا گوش میکند، پس میتواند که درس یکم، دوم، سوم تا درس پنجم گوش بکند تا اینکه این درس ششم بفهمد که این جمله ها را ما بارها ترجمه کردیم، دیگر احتیاج به ترجمه کردنش نداریم. و میگذاریم به صفحه بعدی، صفحه 23. در صفحه 23 میگوید که الوحدة الاولی، یعنی که بخش یکم، التحیت و التعارف،
سلام کردن و شناسایی کردن. الدرس التاسع، درس نهم. پس از کتاب العربیه بین یدیک ما و شما در درس نهم رسیدیم، لیکن درس های ما و شما حالا در درس ششم هست، به خاطر آنه که یک درس ما دو درس یک جا کرده یک درس کردیم. برای همین خاطر از کتاب درس ها پیش رفتند و ما و شما در درس ششم قرار داریم. پس میگه الکتابتو یعنی که کتابت، نوشتن. پس ما و شما در ورق پیشینه ما و شما القراءت را گرفتیم یعنی که خواندن، اما در این ورق در این صحیفه الکتابت را میگیریم. کتابت یعنی که نوشتن. پس نوشتن چی جور هست، چی طور هست؟ میگوید که لاحظ یعنی که اهمیت بده، دقت بده. پس یکم میگوید که نکتب من الیمین الى الیساری هکذا، یعنی که علامت رو ببینید گذاشته است. میگوید که می نویسیم، نکتب می نویسیم ما همه کسا، من الیمین از طرف راست، الى الیساری به طرف چپ. پس معناش همین است که می نویسیم از راست به چپ. هکذا یعنی که انا همین طور. ببینید علامت گذاشته است. یعنی زبان عربی برعکس زبان روسی و تاجیکی و انگلیسی می باشد. زبان انگلیسی اینها از طرف چپ به طرف راست می نویسیم، ما شما تاجیک هم از طرف چپ به طرف راست می نویسیم، اما زبان عربی از طرف راست به طرف چپ نوشته میشه، برعکسی زبان تاجیکی می باشد. چطوری که دیده استودین حاضر خوانده سیم این کلمه های عربی را. پس در خانه دوم میگه که اعید بالرسمی علی النقاط، یعنی تکرار کن با رسم بر نقطه ها، بر نقطه ها. پس اینجا ببینید نقطه ها هست، پس شما خودتون تکرار کنید، بنویسید همین طور. روچکه قطعی همین راسته که خط بکشید. این برای کسانی هسته که عربی رو نوشته نمیتونن و کسانی که نوشته میتونن احتیاج به این ندارن و کسانی که نوشته نمیتونن برای نوشتن دستاشون راست شدن اینجا خط بکشین. و میگذاریم به حرف ب. در حرف ب میگوید که نکتب من اعلا الى الاسفل هکذا. نکتب یعنی که ما می نویسیم، همه کسا می نویسیم، من از اعلا یعنی که بالا، الا به اسفل پایان. پس میگوید نکتب من اعلا الى اسفل یعنی که می نویسیم از بالا به پایان، از طرف بالا سینی پایان. هکذا انا همین طور. ببینید از بالا سینی پایان که خط که کشیدیم انا همین طور خط میکشیم، روچکه را در بالا میمونیم طرف پایان میکشیم. پس در خانه بعدیش میگوید که اعید بالرسمی علی النقاط، یعنی تکرار کن با رسم بر نقطه ها. این نقطه ها را دیدید، انا همین طور رسم بکشید، از بالا بیایید پایان و چخیلی که در نقطه ها هست انا همین طور رسمش بکشید، یعنی که روچکه را بکشید. این همچنین برای کسانی هست که عربی رو نوشته نمیتونن. پس در اینجا در آخر این صحیفه 23 میگوید که الان اعد بالرسمی علی النقاط من اعلا الى اسفل و من الیمین الى الیساری. میگه الان یعنی که حاضر اعد بالرسمی تکرار کن با رسم، علی النقاط بر نقطه ها، من اعلا الى اسفل از بالا به پایان. ببینید از بالا سینی پایان، هر یک از بالا سینی پایان. همین میگه تکرار کن، بکش، روچکه را بگی بکش از بالا سینی پایان. و من الیمین الی الیساری و از طرف راست به طرف چپ. ببینید این نقطه ها را از بالا میمونید، روچکه را سینی پایان و طرف راست میروید، از راست طرف چپ خط میکشید. پس همچنین هم برای کسانی هست که زبان عربی دستاشون راست نیسته، برای یادگیری میتونن اینجا را بنویسن و کتاب را پر بکنن از نوشتن و همچنین در دفتر و در چیزهای دیگر بسیارتر بنویسن تا اینکه نوشتنشون خوب شود. و میگذاریم به صحیفه 24. در صحیفه 24 برای ما و شما میگوید که الوحدة الاولى یعنی که قسم یکم، یعنی بخش یکم، التحیة و التعارف سلام کردن و شناسایی کردن، الدرس التاسع درس نهم. درس نهم دازی ما از کتاب قرار داریم، اما از درسایی که گرفته هستیم درس ششم ده هستیم. العرض یعنی که پیشکش کردن. ببینید پیشکش کردن الف، یکم الف رو برای ما شما میرد، یعنی که الف بالاش همزه دارد. ببینید الف
دال ذال. کسی که حرفای عربی رو نمیدوند پس اهمیت بدهید. این الف هست، بالاش همزه دارد. این دال هست، حرف دال عربی، و این حرف ذال هست. پس در اینجا حرف الف را آورده است. حرف الف به تنهایی این طور نوشته می شود، الف، اما در آخر باشد به این طریق نوشته می شود، و در بین باشد به این طریق نوشته می شود، و در آخر هم باشد به این طریق نوشته می شود. یعنی که حرف الف ببینید در آخر در بین یک نمود نوشته می شود، اما در اول به این طریق نوشته می شود. پس مثال می آورد، مثلا انا، ببینید انا الف به تنها نوشتگی است. سأل الف در بین هست، سأل یعنی که طهارت، سأل پرسید. توضأ، توضأ یعنی که طهارت کرد، ببینید الف همزه در آخر هست. توضأ، توضأ معناش طهارت کرد، سأل معناش پرسید. میگذاریم به حرف دال. در حرف دال میگه دال در اول این طور است، در بین این طور است، و در آخر هم به مثلی در بین می باشد. مثلا دار، دار یعنی که حولی. مدرسون، مدرس مدرس خوانده معنیشه. واحدون همچین معنی را بخوندیم یعنی که یک. پس ببینید دار حرف دال به تنهایی این طور بوده است و در بین باشد به این طریق نوشته می شود مدرسون، و در آخر هم باشد به این طریق می شود واحدون. حرف ذال، حرف ذال هم فقط در بالاش نقطه دارد، به مثل دال هست. ببینید ذال در اول، ذال در بین و ذال در آخر. مثلا ذهب، ذهب معناش برفت، رفت یعنی که فعل ماضی زمان گذشته رفت. هذه این اشاره به سوی زن. ببینید زال در بین این طریق نوشته می شود. لذیذون دو تا زال آمدگی است، یکش در بین یکش در آخر، هر دوش یک نمود نوشته می شود، فقط در بالاش چی دارد؟ نقطه دارد. اگر نقطهش بگیری دال می شود، نقطهش بگیری ذال می شود. پس لذیذون معناش با لذت یا شیرین. پس این بود الف. پس در اینجا برای ما و شما یاد میتید، میگه التدریب اول مر بقلمك على الحرف، یعنی که گذر با قلمت بر بالای حرف. مر یعنی گذر، یعنی روشکه را بگی بشک در بالای همون حرف با قلمت. پس مثلا الف دیدید، همین روشکه را بمونید بکشید، چطوری که نمین نوشتگی است همون طور شما هم بنویسید و برای یادگیریتون. و حرف دال هم همین خیل، حرف ذال هم همین خیل خطان بنویسید، بسیار برای یاد گرفتنتون. التدریب الثانی، تدریب دوم، میگه انسخ، یعنی که خودت نوشته کن، یعنی که کاپی کن، یا که چه خیلی که الف است همون طور بنویس. پس در اینجا شما خودتون الف بنویسید، الف الف الف. پس در اینجا دال، همچنین دال بنویسید، و در اینجا حرف ذال را بنویسید. و مثل همین یعنی نسخه بکنید شما خودتون. نسخه یعنی که کاپی بکنید، همین چه خیلی که هست همون طور شما بنویسید، و مثل همین بنویسید. و میگذاریم به تدریب سیوم. در تدریب سیوم میگوید که التدریب الثالث، تدریب سیوم، مر بقلمك على الكلمه، یعنی که گذر کن با قلمت بر بالای کلمه. همین کلمه ها را دیدید، انا 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 انا، همین را میگه چیکار کن؟ قلم تا بمون بکش در بالای همون قطعی، یعنی چه خیلی کس همون طور بالای همون نوشته بکن. همچنین سأل 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 بنویس. دار، مدرسون، واحدون، همین را خودتون حاضر در بالای همین کسی که کتاب دارد در بالاش بشکید، یعنی کسی که نوشته نمیتوند اونها، کسی که نوشته میتوند احتیاج به اینها ندارد. التدریب رابع، یعنی که مشق چهارم. در مشق چهارم میگوید که انسخ، یعنی که کاپی کن یا نسخش بکن و چی طوری که هست به مثل همین در اینجا نوشته بکن. مثلا انا که هست در اینجا انا بالای این خط نوشته بکنید. سأل هم در اینجا خودتون بنویسید و تا آخر دارون، مدرسون، واحد اینها را همش بنویسید به خاطر یاد گرفتن نوشتن عربی. و میگذاریم به صفحه 25. در صفحه 25 میگه که الوحدة اولا، یعنی که بخش یکم، قسم یکم، التحیة و تعارف، سلام کردن و شناسایی کردن. الدرس التاسع، درس نهم. درس نهم در اینجا برای ما و شما حرفی ر، حرفی ز، حرفی واو را تعلیم میدهد. پس کسانی که حرفای عربی را نمیشناسن از این یاد بگیرن و دقت بدهند. حرف ر به این طریق نوشته میشد. ببینید حرف ر هستین، به این طریق نوشته میشد. این حرف ر، این حرف ز به مثل حرف ر هست لیکن در بالاش نقطه دارد. حرف واو هر رنگی رقم 9 بری نوشته می شود. پس حرف ر در اول باشد این طور نوشته می شود
و در بین باشد این طور نوشته می شود و در آخر باشد به این طور. یعنی که بین و آخر هر دوش یک نمود حرف ر نوشته می شود. بسیار دقت بدید. پس در کلمه میگه رأسون. رأسون یعنی که سر آدم یا سری هر چیز. ترکیون، ترکی، ببینید رأس در اولش حرف ر هست، به این طریق نوشته است. ترکیون حرف ر در بین هست، ببینید چطور نوشته است. بخیرین یعنی که خوب، پس ر در آخر است، ببینید چطور نوشته است. ترکیون یعنی که از ترکیه، بخیرین خوب. حرف ز در اول و در بین و در آخر. به مثل حرفی ر هست گفتیم فقط در بالاش چی دارد؟ یک نقطه دارد و بس. میگه زینبون، زینب نام دختر. عزمون عزیزون، عزمون عزیزون. و حرف واو، حرف واو میگه در اول و در بین و در آخر. و سهلا و سهلا، اهلا و سهلا. خولتون، خولتون، ببینید واو در بین، هو واو در آخر، به این طریق نوشته می شود. پس این هست حرفای عربی. پس در اینجا میگه تدریب اول مر بقلمک علی الحرف، یعنی گذر کن با قلمت بر بالای حرف. حرف ر را بنویسید چطوری که در بالا گفتیم این چطوره. حرف ز را بنویسید، حرف واو چند بارها در بالاش بنویسید. پس میگه التدریب ثانی، یعنی که مشق دوم، تمرین دوم. انسخ یعنی که کاپیا بکن. میگه حرف ر این است، حرف ز این است، حرف واو. پس در اینجا اینها را نوشته بکن برای یاد گرفتنت. و میگذاریم به تدریب سیوم. در تدریب سیوم میگه که مر بقلمک علی الکلمه، یعنی که گذر کن با قلمت بر بالای کلمه، یعنی که بشک قلمت در بالای نمی کلمه ها. رأسون، ترکیون، زینبون، عزمون، موزون، عزیزون. اینها را در بالاش چکار کن؟ بکش قلمت قطعی. و التدریب، تدریب یعنی که تمرین. انسخ یعنی که کاپیا کن یا کمی را باز نوشته بکن، تکرار نوشته بکن. مثلا رأسون، ترکیون، زینبون، عزمون، موزون، عزیزون. اینها را در اینجا نوشته بکنید. هر تیره سه بار نوشته بکنید برای یاد گرفتنتون. و میگذاریم به صفحه 26 و آخرین صفحه از قسم یکمی این کتاب. و در اینجا در این صفحه ان شاء الله بخش یکم به آخر میرسد. میگه که الوحدة الاولى، بخش یکم، التحیات و التعارف، سلام کردن و شناسایی کردن. الدرس التاسع، درس نهم. و التدریب، تمرین. لاحظ و اعد علی النقاط، یعنی لاحظ اهمیت بده، دقت بده. و اعد و تکرار کن بر بالای نقطه ها. ببینید در اینجا نوشته کردگی هست، انا میره شما خودتون بنویسید و تکرار بکنید. یعنی که اول اهمیت بدید چطور نوشتگی است. کسانی که نوشته نمیتونن، یعنی که این الف است بالاش ده همزه، این همزه خودش تنها است، این دال هست هر دوش، و این دال و زال هست. یعنی که فرقشون رو ببینید، یک است فقط یک نقطه دارد و بس. این حرف ر هست، این ر و ز هست، فقط گفتیم فرقشون در نقطه هست. و این واو هست و این هم همچنین واو هست. و اینها را چند بار میگه تکرار چکار کن؟ نوشته کن. همه اینها همون حرفایی هست که بیانش کردیم. پس میگذاریم به تدریب ششم. در تدریب ششم میگوید که ارسم دائرة حول الحرف المكرر في كل مجموعة. ارسم یعنی که رسم بکش. دائرة یعنی که گرد، یعنی که دایره بکش، دایره بکش. حول الحرف المكرر، در بالای، یعنی اطرافی. حول یعنی که اطرافی حرف المكرر، یعنی که حرفی که تکرار می شود. فی کل مجموعه، در هر یک مجموعه. ببینید در این جمع شما مجموعه یکمه ببینیم، حرف دال، حرف ر، حرف ذ، زال، حرف دال. ببینید در اینجا حرف دال چند بار تکرار شده است. انا من حرف مکرر میگه در بالاش چیکار کن؟ دایره بکش. حرف دال در اینجا دو بار تکرار شده، در اینجا دایره میکشی و در اینجا دایره میکشی. و اینجا هم همین طور، دال، زال، دال و حرف ز و حرف زال و حرف ز. این هم همین طور و این حرفاش هم همین خیل و مجموعه چهارمش هم همین طور. با دقت اهمیت بدید و دایره بکشید. و میگذاریم به تدریب هفتم. در تدریب هفتم میگوید که اکتب فی الدائره الحرف الذي تبدأ به الكلمات، یعنی که میگه بنویس در دایره. دایره نمین گرده میگوین، نمین چیزی گرده که دایره میگوین. در همین دایره میگه بنویس حرف الذی، یعنی که حرف را که تبدأ به الکلمات، شروع میشود، سر میشود به همون کلمه ها. مثلا این مجموعه رو میبینیم 4 کلمه هست.
اخون، اربعتون، این، اهلن. پس همین 4 کلمه به یه حرف سرشدگی است. همین حرف در اینجا می نویسید، همین حرف در بین این دایره می نویسید و اینجا را نگاه میکنیم واحدون و علیکم و سهلا و ما، و اینجا هم همچنین نگاه میکنیم همش به حرف واو سرشدگی است. پس در بین این دایره حرف واو می نویسیم و میگذاریم به تدریب 8، آخرین تدریب از بخش 1 و آخرین درس از قسم 1 سلام کردن و شناسایی کردن و درس آینده ما و شما قسم 2 می باشد. میگوید که التدریب یعنی که مشق اکتب فی دائره الحرف الذی تنتهی به الکلمات. میگه که بنویس در دایره که همین گرد میگه، در همین گرد بنویس حرف الذی تنتهی، حرف را که تمام میشود با آخر میرسد، بهی به همان حرف الکلمات یعنی کلمه ها. پس ببینید خالدون، الحمدو، واحدون، محمدون، آخرش نگاه میکنیم همش به حرفی چی تمام شده است؟ حرفی دال. پس در بین این دایره حرفی دال را می نویسیم و این را نگاه میکنیم بخیرین مصر فخرون بدرون. آخر همه این را نگاه میکنیم چی حرف است؟ حرف ر. پس در اینجا در داخل دایره حرف ر را نوشته میکنیم. پس این هست درسی 6 ما و شما از کتاب العربیه بین یدیک و به این درس 6 قسم 1 از این کتاب یعنی که بخش 1 کتاب العربیه بین یدیک تمام شد که حالا ما و شما در باره سلام کردن و شناسایی کردن بود با آخرش رسانیدیم و ان شاء الله رب العالمین با خواست الله تبارک و تعالی درس آینده ما و شما درس 7 از قسم 2 العربیه بین یدیک شروع می شود، یعنی که بخش 2 از کتاب العربیه بین یدیک. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا. و این درس را چقدر دقت بتید و اهمیت بتید و حفظ بکنید تا اینکه هر جای این کلمه ها را دیدید بشناسید و بدانید. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.